از حالتون چطور؟ امیدوارم خوب باشه، روز خوبی رو سپری کردید باشید و سپری کنید. من امیر سایوانم، خیلی خوش اومدید. قرار در ارتباط شغل تولید محتوا صحبت کنم. شاید خیلیاتون دوست داشته باشید تولید محتوا کنین، ولی خب الان بچه واقعا وضع بده و از اون ور هزینه‌های یوتیوب دیگه در نمیاد. البته من هنوز درآمد یوتیوب ندارم، ولی خب مثلا اینستام تبلیغ و اینا بگیری برای ما گیمرها نبوده چیزی، اگر هم بوده کم بوده. یعنی یوتیوبرهای موفق تر بالا مثلا 100k اینا مثلا بهشون تبلیغ میدن تو این استالی، پولی بهشون میدن، مثلا اسپانسر دارن، مثلا میگن از این جیم میخوایم بخرین از اینجا بخرین، از اونجا بخرید. بگم که الان وضع خیلی بده و آپارات هم که این ویدیو آپلود میشه تو یوتیوب هم آپلود میشه نسبتا خوبه و ما اکثر کارا رو داریم تو آپارات امتحان میکنیم، چون یه برنامه ایرانیه، یوتیوب درسایی داره، توضیح میدم. اول بگم تولید محتوا چی داره، چه نیاز داری. بستگی داره چه تولید محتوایی میخوای بکنی. تولید محتوا چند حوزه داره. یکی میتونه فوتبالیه شی. بگم من هر کاری بگین امتحان کردم و دیگه بستگی به تلاش خودت داره، یعنی اگه کار نکنی کانال دفع میکنه. تولید محتوا به صورت گیم من توضیح میدم و چالش، این دوتا و آموزشی چیز دیگه هم هست. حالا آموزشی بهتون توضیح میدم، آموزشی یه توضیح میدم که برای همه حوزه. یکم گیج شاید بشید ولی یه توضیح میدم که گیج نشید. گیم چجوریه؟ آقا تو برای گیم خیلی مثلا گروه نمیخوادش باشه، مثلا هر تولید کننده محتوا یه گروهی داره و مثلا به جز خود چند نفر دیگه هم دارن نون میخورن از کانالش. مثلا تو تامل زن داره، تو داره، این تامل زن تو پایه است، یعنی همه دارن تامل زن تو رو. و مثلا برای من که اونقدر در نمیام، مثلا میخوام خودم مثال بزنم، کسی هم نیستم واقعا. یه زمان آره اولش تامل زن داشتم، چون گفته بودن بگیری کار راه میفته، کارم راه افتاد. آره این هستی. تو که میخوای گیم کنی چه گروهی نیاز داری؟ فقط تاملیزن و ادیتور. یه مثال میزنم براتون. آقای حجت استراتژی که مثلا گیم تولید میکنه چالش نمیره، حالا مثلا بخوای یه چیزی بخره میره، مثلا بخوای کنسولی بخره یه چیزی بخره اونو میذاره، خب که اون خیلی چیزی نیست. خب بیشتر کسا میان مثلا یه بار فرمون خرید، مثلا اون طرف میخواد اونو فقط ببینه که باش گیم میزنه، یعنی تو آنباکس کنسولش هم رفته و مثلا خریده بود، نمیدونم رفت خرید یا نه، یا همونجا تو خونش آنباکس کرد، مستقیم تو خونه ویدیو رو شروع کرد، باز هم توش گیم رفت، یعنی کارش هم. و خودش هم گفته آره دیگه جز من چند نفر دیگه هم دارن نمیخوام، الگوی منه و واقعا هم از یه جایی به بعد الگوی من شد. و بعضیاشون یه مدت فعالیت نمی‌کردن، این سری تولید کننده محتوا که واقعا بعد ناامید میشدم. حتی خودم میزنی میتونی خودت گیم رو پیدا کنی، دانلود کنی، ولی بدون اگر میخوای گیم خوب بری و چی به حجمش هم زیاده، ولی که مثلا سیستمت میکشه حجمش زیاده، ولی یه کاری کن، بیا یه مودم خوب بخر، تا آخر عمرت کارت راه میفته. میتونی بازی دانلود کنی با سرعت نت گوشی خیلی سخته. مثلا من یه بازی خواستم دانلود کنم، از 12 ظهر تا 6 از 7 عصر گیرش بودم، 10 گیگ هم بیشتر نبود. خب یعنی من میخوام یه بازی کامل دانلود کنم، یک روز کامل گیرشم. و آره دیگه گیم‌های مختلف میری تا میزن، میری براش تامل میسازه، ادیتور هم میدی، ویدیو ادیت. البته گیم ادیت خاصی نه. حالا میخوام توضیح بدم، حالا یکم دوربینم کجه، نه اول ویدیو کج، توضیح بدم که برای چالش ها چه چیزی نیاز. الان یه دوربین باید برای کامپیوتر باشه، یه دوربین هم برای بیرون. دوربین الان من الان تازه میخوام بخرم برای چالش ها، چون من واقعا چالش دوست دارم. حالا ویدیو هم اونجور خرج نداره، سودی هم نداره، یعنی ضرر. خب دوست دارم این کارتون ضرر داشته باشه، هزینه کردن براش کار اشتباهی، یعنی واقعا حماقته. خب من این کار میکنم که مثلا انگار تازه کارم که کانالم بگیره، میدونی چی میگم. و مثلا پشت سیستم کارم گیمه، چالش هم که میرم میکروفون واقعا خاصی نداره، میگم صدا ضعیفه، نویز داره، خیلی جا نویز داشت. و چالش به چه چیزایی نیازه؟ یه دوربین میخوای که من یه دوربینی براتون میذارم رو صفحه، قیمتش 5 میلیون صده، من اونو میخوام بخرم واقعا. حالا نمیدونم شما میتونید بگردید هر 100% یه چیزی که میخوای بخری ببین الان واقعا خیلی گرون چیا، مثلا موقع 2-3 میلیون بود، الان 5 میلیون.
50 خورده فکر کنم باشه، نمیدونم 5100 والا نمیدونم چقدره. بعد این ضبط ویدیو فرداش گذاشته میشه، توضیح داده میشه و تولید محتوایی که الان خودم دارم، الان شغلم تولید محتواست، من بهتون میگم امروز چیکار کردم چیکار. آموزش چند نوع داره، چیزی که میدونم تو میتونی در رابطه با گل گیاه باشه، در رابطه پرستاری باشه، پرستاری ویدیو ریلز میسازن توی اینستاگرام، میتونی توی یوتیوب بذارید، توی اینستاگرام ویوش بیشتر. بعد دیگه محتوای چی بهتون بگم، آموزش برنامه‌هایی که برای ضبط گیم و اینا، این در سرام داره که اینترنت پر ویدیوهاش، آپارات یوتیوب، آپارات واقعا الان یه برنامه بزرگ شد. آره دیگه. بعد آموزش بازی، دانلود بازی، خود بازی، یه سری مراحل بازی، هزار نوع چی داریم که ویدیو آموزشی به نظرم هیچ امکاناتی نمیخواد. تو اگه میخوای میتونی با گوشی ضبط کنی، ولی خب با چی میخوای نشونشون بدی؟ اگه دو تا گوشی داری که خوبه، ولی خب با کامپیوتر باشه دکمه ضبط رو میزنی تو کامپیوتر نشونشون میدی. به نظر من با هر چیزی که فکر میکنی میشه. توضیح بدم که امروز چیکار کردم. که من امروز اگه خدا بخواد صبح که پا شدم ساعت 9، آره یه غذای خوردم، شام نخورده بودم، بعد از نهار دیگه هیچ نخورده بودم، البته از غذا خوردم دیگه، حالا بگم هیچ نخوردم تا صبح 4 دیگه. من خیلی میخوابم، 4-15 ساعت چیز نخوردم، خوردم غذا رو اینا، یکم کلاش باز کردم، یه کلاشم برای گیم باید ببرمش بالا که کارتون بره بالا. این است، این کار کردم. بعد امروز اکثر روزا بازی دانلود میکنم چون امتحانم از تعطیله، وارد دو هر رو تعطیل میشه دوباره، بازم امتحانات برگزار نمیشه بعضیاش. مثلا الان چهارشنبه امتحان داشتیم دیروز، امروز چهارشنبه است، امروز بعد لغو شد. این از این. و اومدیم ویدیو رو آپلود کردم که خیلی طول کشید چون من با گوشی همه تمام ویدیوهایی که تو هر برنامه گذاشتم با گوشی بوده و مشکلی هم نداره، ولی خیلی سرعت ضعیفه، میتونی با مودم ورچی سرعت میره بالا، ولی مودم نداره، خط تلفن نداره خونمون متاسفانه. و آره دیگه، این امیدوارم کسی تو اینجا ببینه. واقعا داشتم دنبال ریلز میگشتم برای ریاکت، چون من ریاکت میرم رو ریلزای توی ویدیو کوتاه یوتیوب و آپارات و اینستاگرام کمتر، چون همش تبلیغه و واقعا برای من گیمر یه به اونجا برسم که یعنی 4-5 سال طول میشه، واقعا به نظر من ارزش نداره. نمیسازم برای اینستاگرام، منم هر از گاهی فکر کنم 20 تا ویدیو گذاشتم، اونم همین جوری. و رو کیفیت ویدیوهاتون کار کنین، 100% رو کیفیت ویدیوهاتون کار کنین. اگر کار نکردی بدبخت میشید، یعنی وقت تو تلف کردی. ایده درست پیدا کنی، بگردید پیدا کنید. یعنی ویدیو از یک تا همین الان مثلا نمیدونی میخوای چه ویدیو ضبط کنی، خیلی عجیب بزنی دوربین ایدهت پیدا میشه، یعنی سریع میتونی همینجوری با همین گوشی ایده رو حرف مثلا میشه حرف. خب ولی نه، این کارو نکن، گردید ایده قشنگ پیدا کنید، محتوای خوب تو شب کارتون بذارید. من الان دیگه واقعا میگم ایده خوب پیدا میکنم تو جایی که بتونم دارم، ولی تامنل خیلی وقت منو میگیره، یعنی تامنل خیلی مهمه، وقت منم زیاد میگیره. تو و یه چیزی هم بگم، اول ویدیوهاتو ادیت کن تو مخاطب مثلا اول ویدیوتو ببینه یه بازی برات حساب بشه، اینو بده تو 20 ثانیه اول بگیر، فکر کنم تو 20 ثانیه هم اوکی. خب و بقیه‌اش هم ادیت کن، یعنی اول ویدیو خیلی سلام علیک، افکت صدا، سلام علیکم میکنه، افکت صدا اینا بذار. خب و الان من واقعا از چند 2 سال پیشم خیلی به نظرم تغییرات خوبی داشتم، مثلا موقع اصلا نمیتونستم حرف بزنم و کلمه مثلا هم زیاد استفاده میکنم. برده باشید تولید محتوا توضیح بهتون دادم و این شغل تولید محتوا است، گفتم این شغلا اینجوریه و فقط باید من حرف بزنم که شما بفهمید چه برنامه برای تولید محتوا بهتره. همه برنامه خوبه، یوتیوب هم با اینکه اینجور شده ولی بازم اگر هزینه نمی‌کنم ویدیوات اونجوری هم نیست، با نظرم میصرفه، چون هزینه نداری که هزینه دانلود بازیه که خیلی نمیشه. یه قسمت از یه شغل 100 روز 100 تا شغل براتون آپلود میشه، قرار بود تابستون بذارم، ولی خب منم مثل شما تابستون میخوام یه کاری انجام بدم، یه چیزی یاد بگیرم و واقعا اون محتوا شغلمه، ولی خب وقتی الان تعطیلم، مثلا الان 10 روز تعطیلم، چرا نیام ویدیو آپلود کنم، مثلا برم از شغلا ویدیو بگیرم. این از آره دیگه، فکر نکنم چیزی مونده باشه بگم، ولی خب گیم میتونه موفق باشه.
آموزشی مثلا این مرحله گیم اون مرحله گیم. واقعا الان اینا چی داره، مثلا تو یه گیم پلی از یه بازی بذاری پارت اول دوم سوم چهارم اوکی نیست. مثلا عشق من مثلا میخوام از ذهنم پاک کنم، عشق من خدا